No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cop back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. درود با شما دوستان گرامی. دسته منتخب جهانی تاجیکستان امروزها تیاری خود را به مراسم فوتبال در ترکیه می‌گذراند و در بازی نوبتی تجربه‌ای که آنها با دسته چرتانوی مسکو داشتند با نتیجه 2-0 ظفر یافتند و در این بخوری در دقیقه دوم عبدالفتاح خدایدوزاده حساب را باز کرد و همچنین عزیزبک حییتوف در دقیقه 52 گل دوم دسته ما را به ثمر رسانید. شاگردان اهلیدین توردیف باز در پیش بازی‌های دیگر را می‌گذرانند و امروز علاقه دسته منتخب تاجیکستان با دسته کلیا سویتوی روسیه دسته جوانان این کلوب بازی دوستانه خود را برپا می‌نماید. اینچنین 22 فوریه وخوری اوکراین دسته منتخب تاجیکستان با منتخب ترکیه با 20 ساله‌های آنها انجام خواهد یافت. در شهر دوشنبه مسابقه فوتبال بازان برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2022 ادامه دارد و در دو گروه در وخوری‌های نهایی 8 دسته برای داخل شدن به جام فدراسیون مبارزه می‌برند و علاقه دو دور هم پس سر شده است. نتیجه خیلی خوبی دسته رگریتا داس امروز ما را به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آورد. رگریتا داس در بازی دوستانه با استقلال با حساب 2-1 پیروز شد و همکنون در بازی‌های جام فدراسیون هم بر استرافشان با حساب 1-0 ظفر یافت و حالا با دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میدان روبرو می‌شود. آوازه آنکه فتح‌الله در این دسته بازی میکند و دیگر بازیگران نامیه که حالا با هیئت دسته رگر پیوست خواهند شد ما رو به اینجا آورد. دسته رگری سداس پیش از بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دور دوم بازی‌های نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با بدنگرکنی مشغول بود. ما در این دسته البته فتح‌الله را ندیدیم، هرچند او در بازی گذشته با دسته استرافشان در میدان بود و در مقابل دسته استقلال دوشنبه هم بازی کرد و در این بازی‌ها دسته رگری تداس به پیروزی نائل شد. امروز حضور نداشت. فتح‌الله با دسته عبدالشعطای قرقیزستان به یک معنا شرطنامه خود را به امضا رسانیده است و از 24 فوریه باید در هیئت این دسته باشد. اما رهبریت کلوب فوتبال رگری تداس دعوا دارند که این بازیگر را به دسته خواهند آورد و شرطنامه‌اش را لغو خواهند کرد. تا کدام درجه این درست است بعداً ما خواهیم فهمید. اما امروز فتح‌الله سببی در بازیکن نبودنش آن بوده است که او در دو بازی که پیشتر با استقلال و با دسته استرافشان داشت مجازات شده است و از این رو فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم برای اشتراکش در بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش اجازت نداده است. در بازی آینده با او اجازت داده می شود یا نیست خبر نداریم. اما در هیئت دسته رگری تداس ما دیدیم که دیگر بازیگران حضور دارند. شادیبک غفاروف که از کلوب مرکزی ورزشی ارتش رفته است در اینجا حضور داشت. سهراب جلیلوف هم همچنین باز در اینجا فیروز بابیف هم که هر سه در دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکردند. در این دسته همچنین شورت المرودوف رو نیز ما دیدیم. اینچنین شاروخ سنگوف که در هیئت فیضکن سال گذشته 24 وخوری انجام داد و همچنین 1448 دقیقه در میدان بود، حالا با رگری تداس مشق‌های خود را پس سر میکند. مبکه دیودونی هم به این دسته خواهد آمد، اما چون هیئت دسته رو ما در اینجا دیدیم در هیئت تغییرات ها خیلی زیاد بودند. باید با هیئت دسته رگری تداس که در وخوری با کلوب مرکزی ورزشی ارتش به میدان آمد شناس شویم. دلیر عزیزوف دروازه‌بان است. در خط محافظت یعقوب جان احمدوف، امام علی احمدخان، سهراب جلیلوف، جعفر اسماعیلوف، فیروز بوبیف، شادیبک غفاروف، محمد بوریزاد، اولیور نیاتمبوم، اینچنین شاروخ سنگوف و ارتور فوزیلوف. در این دسته همچنین بهروز خیریف حضور دارد، دلوورشو غنیف و شهریار عبیدالله‌یف. بازی این دسته ها طوری گفتم با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. اما رگری تداس که یک سال قبل از لیگ اولی چمپیونات مملکت به لیگ یکم گذشته بود، امسال با یک هنرنمایی زیبایش توانست که برگردد به لیگ اولی و در شمول دسته های لیگ اولی باز خاطره مخلصانش را شاد گرداند. در این برابر باز کدام بازیگران به این دسته آمدنی هستند؟ بعضی
مخفیت‌ها هم هستند. 3 نفر از ازبکستان به این دسته همراه میشوند. هیکاتلو فوزایلوف است سرمربی دسته ریگریتاداز. اوتابک زوکیروف در سوپرلیگ ازبکستان بازی میکرده است که به این دسته میآید و باز دو بازیگر دیگر، یکی شاهروخ قرقیزبویف دروازه‌بان دسته منتخب جوان تاجیکستان به اینجا خواهد گذشت و اینچنین باز یک بازیگر دیگری که نامش معلوم نیست، اما مبارزه برای او بین دسته های تاجیکستان و روسیه ادامه دارد. دسته پرسپولیس ایران که در آن وحدت حنان و منوچهر سفرов بازی میکنند در دور نوبتی لیگ برتر ایران با پیروزی نایل شد و این دسته موقعش را هنوز در جای دوم نگاه می‌دارد. وحدت حنانوف و منوچهر سفرov در این بازی شرکت ورزیدند و امروزها وحدت حنانوف را در خود کلوب پسر سرمربی مینامند. چرا اینطور است؟ توجه کنید. کلیان مباپه بعد غلبه دسته‌اش پاریس سن ژرمن بر رئال مادرید طلبات خود را نسبت به ایستادنش باقی ماندنش در پسژ دیگر کرد. مادرش باشد در این راستا در مادرید برای هنرنمایی مباپه در حیاط دسته رئال مادرید خانه اجاره می‌کند. کلیان مباپه می‌خواهد در کلوب فوتبالی پاریس سن ژرمن مقام کلیدی را صاحب شود. در این باره گت فرنچ فوتبال نیوز خبر می‌دهد. با اطلاع منبع این بازیگر فرانسوی می‌خواهد که لایحه پاریس سن ژرمن در اطراف او ساخته شود تا حمله‌گر در روزنامه انتقالی نوبتی تواند در پسژ باقی ماند. از جمله مباپه و دیگر بازیگران فرانسوی زبان از امتیازهای فوتبالبازان آمریکایی جنوبی ناراضی‌اند. مثلا با آنها امکان داده می‌شود که به مشق دیر آیند و رفتار ناشایسته کنند. در این برابر تلویزیون ال چرینگیتو در توییتر نوشته است که مادر حمله‌گری پاریس سن ژرمن کلیان مباپه در مادرید برای او خانه می‌جوید. با گفته این منبع هفته گذشته فایزه لاماری دو خانه را انتخاب کرده است که در منطقه ثروتمندان لا مورالیجا جایگیر شدند. قبلا خبر داده شده بود که مباپه 23 ساله که قراردادش با تیم فرانسوی در آخر موسم به پایان میرسد تابستان به رئال مادرید خواهد انتقال یافت. این خبرها را به نظر گرفته رهبری کلوب پاریس سن ژرمن برای مباپه معاش بلندترین را در جهان که در یک هفته با 1 میلیون یورو برابر است پیشنهاد کرده است، اما خود بازیگر و نمایندگانش شتاب نمی‌کنند و تابستان را انتظار می‌شوند. مباپه در موسم روان در 32 بازی در تمام مسابقه‌ها 22 گل زده 16 پرتوفتی گل‌آور را به اجرا رسانیده است. ترانسفر مارکت ارزش بازاری حمله‌گر را 160 میلیون یورو ارزیابی می‌کند. دوستان گرامی، این بود اون خبرهایی که من می‌خواستم در این ساعت به شما پیشکش کنم. با برنامه ما باشید، لایک های خود را گذارید و دیگران را دعوت کنید که درباره فوتبال تاجیکستان و عموما فوتبال جهان بهره بردارند. از برنامه ما شاد و پیروز باشید. No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long.